مدت هاست که به ما میگن برای هر عطری فصل مناسبی وجود داره، ولی دلیلش چیه؟ من دلایلش رو به دو دسته تقسیم میکنم. قسمت اول احساسیه. همونطور که توی هوای گرم تابستونی یه لیوان آب طالبی تگری میتونه روح آدم رو تازه کنه و توی هوای سرد زمستونی یک چای گرم به دل آدم میشینه، یک عطر مناسب هم میتونه همین حس رو برای خودمون و اطرافیانمون به وجود بیاره. حالا شما تصور کنید توی هوای گرم تابستونی که اگه هنجارای جامعه اجازه میداد لباستون رو میکندین و میپریدین تو جوب، یه نفر با باکارات رژ زعفرون و بادوم تلخ قوی و سنگین توی تاکسی کنار شما بشینه، آیا واقعا غیر قابل تحمل نیست؟ و دلیل دومش کاملا علمیه. هر عطری، هر مولکول بویایی یک وزنی داره، یک قدرتی داره و یک شدت بویی داره و کلا در هوای گرم چون جنبش مولکول ها بیشتر میشه، هر بویی بیشتر حس میشه. همونطور که توی هوای زمستونی ممکنه توی خیابون بوی آنچنانی به شامه ما نیاد، ولی توی تابستون ما از گرما حتی بوی آسفالت گرم شده رو هم حس میکنیم. برای همین یک عطر سنگین در هوای گرم چند برابر سنگین تر میشه و یک عطر سبک در هوای سرد چندین برابر کمتر حس میشه. پس بهتره که عطرهای سنگین تر رو بذاریم برای فصلهای سردتر و عطرهای سبکتر و خنکتر رو بذاریم برای فصلهای گرمتر. حالا شما در نظر بگیرید که یک خانومی هستین که در هوای سرد زمستونی که دماغمون از سرما قرمز شده و تقریبا بی‌حسه عطر دولچه اند گابانا لایت بلو زدین که بوی مرکبات و دریا و شکوفه بهار نارنج میده و هیچ کس قرار نیست متوجه عطر شما بشه. هم عطرتون رو حیف کردین، هم اون بازخوردی که دلتون میخواد رو از عطرتون نمیگیرید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین و لطفا موقع بیرون رفتن از خونه عطر یادتون نره.